خانه شماره 9 سالها مترکه بود. شایعه ها می گفتند کسی که وارد شود دیگر بیرون نمی آید. لانا، دختری جوان با کنجکاوی بی پایان، یک شب پاییزی وارد خانه شد. در چوبی با صدای ناله باز شد. داخل خانه تاریک بود. دیوارها ریخته شده، کف چوبی پر از ترک و بوی رطوبت در هوا معلق. لانا با چراغ به جلو رفت. صدای پچ پچ از طبقه بالا شنیده شد. صدایی که انگار از چند نفر می آمد، اما هیچ کس دیده نمی شد. او از پله های پوسیده بالا رفت و وارد اتاقی شد که زمانی اتاق کودک بود. گهواره‌ای وسط اتاق بود و چند عروسک قدیمی روی زمین نشسته بودند. همه‌شان به لانا زل زده بودند. یکی از آنها چشم نداشت، اما سرش آرام تکان می‌خورد. در اتاق بعدی آینه‌ای ترک خورده روی دیوار بود. لانا به آینه نگاه کرد، اما تصویر خودش دیده نمی‌شد. به جایش زنی با لباس سفید و چشم‌های حالی در آینه ظاهر شد. لانا عقب کشید، اما تصویر زن هنوز در آینه باقی مانده بود. او به راه رو برگشت. صدای قدم‌های سنگین از پشت سرش آمد. وقتی برگشت، سایه‌ای بلند در انتهای راه رو ایستاده بود. چراغ او را به سمتش گرفت، اما سایه از بین نرفت. فقط نزدیک‌تر شد. در انتهای راه رو شبحی با عبای سیاه ظاهر شد. چهرش دهانی گشاد و چشم‌های تهی داشت. نور چراغ قوه ضعیف شد. لانا دیگر نمیتوانست فرار کند. خانه او را گرفته بود.